کتاب‌های مسئله فقه حنفی وقتی که میگن آفتاب از پس کوه به قدر یک قد نیزه یا دو قد نیزه که بالا شد، تخمین از همین 2 تا 3 متر که از کوه بالا شد، وقتی نماز عید قربان یا عید فطر می‌دارد. انا بنابراین در عید قربان از اون تکبیر نیست. وقتی که وقت فرا رسید میگن صفها راست، همه میخیزن صفهای راست میگیرن، پس نیت میکنن نیت کردن بگذارم 2 رکعت نماز عید اضحی یا عید قربان با جمله تکبیراتش که واجبی همین وقت است، روی آوردن به قبله به جهت کعبه، اقتدا کردن به امام حاضر ایستاده، الله اکبر گفته دستای گوش میبرن. امام که الله اکبر گفت قومایم مردمم همه الله اکبر میگن، دستای میبندن، سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک میخونن. باز از جانب امام تکبیر میشوند. الله اکبر در این دفعه 3 تکبیری که میگویند دستای میبردانن و گوش نمیرسونن. الله اکبر الله اکبر الله اکبر میگویند. بعد دفعه امام دستای میبندن، قوم میبندن، یکم رکعت الحمد میخونن، پس از الحمد زم سوره دیگری میکنن، با همین رکوع میکنن، 2 سجده انجام میدهند و به رکعت دوم میخیزن. در رکعت دوم هم امام سوره فاتحه، پس از سوره فاتحه زم سوره کدام سوره دیگر، انا بعد زم سوره دوم که تمام شد پیش از رکوع گفتن با 3 بار تکبیر میگن، دستور میبرن الله اکبر الله اکبر الله اکبر 3 بار. انا دفعه 4 الله اکبر گفته رکوع میروم و با همین بعد از رکوع 2 سجده انجام میدهند. بعد از سجده قعده میشینند، التحیات میخونند، صلوات میخونند، دعای میخونند، اللهم اغفر لی، سلام میتن. با همین نماز عید و پایان میرسد. پس از این بعد دعا میکنند، با خطبه هست، خطبه میخونند، پس دعا میکنند در حق یکدیگر، در حق ملت و دولت، در حق کشور، در حق مسافران، در حق پیر و برنا، در حق همه، زیرا دعای این روز نزد خدا قبول است. قول فرمایید من برای یک صحبت خیلی تا محتوا به شما عرض سپاس میکنم. باری دیگر بیننده های ارجمند را با عید وحدت ملی و عید سعید قربان سیمونه تبریک و مبارکباد میکنم و امید میکنم که مردم تاجیکستان، مردم شهر و دیهات پنجکه در مکتب سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای باز هم آباد و زیبا ساختن وطن عزیزمان سهمی ارزنده خویش را میگذارند. بار دیگر عیدهای فرخنده برای هر شما مبارک باشد. همدیاران عزیز، تشکر شما.